امیدوارم حالتون عالی باشه بچه‌ها. امروز هم اومدیم با ویدیو خفن دیگه از کانال نفس. خوش اومدین. امیدوارم کلی لذت ببرین، کلی خوشتون بیاد و بخندید. این خیلی مهمه. قبل از اینکه ویدیو رو شروع کنیم لایک، کامنت و سابسکرایب یادتون نره عزیزان دلم. همراه هم باشین. برو بریم با انرژی. لیتس گو. Gel dizin başına, ağına bozuna bakmısan ay kız. میخواستم همه چی شوهرمو بزنم به اسم خودم ولی مجبور شدم. میفهمین مجبور. شب قبل از اینکه بخوابه توی شیر داغش براش یه کوچولو قرص خواب‌آور ریختم که صبح با خیال راحت برم و کارو تموم کنم. به ثانیه نکشید که شیر رو خورد و گرفت خوابید. منم از فرصت استفاده کردم و بودو از انگشتشو گرفتم. برای انتقال سند ماشین یه کوچولو پول میخواستم که اونم از توی جیبش برداشتم. بودو آماده شدم و اینجا دیگه تقریبا ساعت 6 صبح بود. سوار ماشین شدم و راه افتادم به سمت تعویض پلاک. تعویض پلاک خیلی شلوغ بود. استرس داشتم که نکنه یه وقت همسرم بیدار شه و متوجه بشه نه من هستم نه ماشین. اینجا دیگه پلاک قدیمی رو کندم و رفتم برای زدن پلاک جدید. اینا از پلاک سند مالکیت ماشین. به خاطر هوش ذکاوتی که دارم یه خورده مشکن بر خودم قربونی کردم که یه وقت چشم نخورم. اینجا هم یه کوچولو عذاب وجدان و استرس داشتم که اگه همسرم بفهمه من ماشین رو زدم به اسم خودم چیکار میکنه. چی طلاقت میده. آقا خدایی چه دل و جرأتی داشت واقعا. ازم برگام و بالاخره کارو تموم کرد با یه اثر انگشت. خیلی عالی بود. آفرین. یه خروس هم زدی زمین رو که ایشالله به حق 5 تا چش نخوره. عالیه اصلا درجه 1. چه میشه گفت چه میشه کرد واقعا. مرتضی پاشو آماده شو. ساعت 4 ما ساعت 5 قرار گذاشتیم با بچه‌ها بریم شمال. پاشو سری لباساتو جمع کن. وایسا ببینم چی شد. برید شمال. مرتضی خیلی غلط کرده بدون من بره. تو جرأت داری بدون من برو. ببین من چیکارت میکنم. ای بابا از دست تو داره با شوخی میکنه. یه لحظه همین بشیم الان میام. راه بیاید کار دارم. اینو زدم که همیشه یادت بمونه دهن تو باز نکنی هر جایی زرزر کنی. من چند وقت بیرون نبود. ببین هر مخالفتی داشتی یا نقطه نظری داشتی میتونی تو خلوت خودمون بگی. قرار نیست که جلو هر کسی غرور من خورد کنی. هر با تو بود عزیزم ببخشید. خب داشتم میگفتی ساعت چند باید بریم؟ داشت همین الانش هم دیر شده. سریع وسیلاتو جمع کن بریم دیگه. بفرمایید عزیزم این افسار که تو رو خوش بگذره مواظب خودت باش. صبر کن عزیزم. همین میگم چه لزومی داره ما که متعهدیم میخوام مجرد بریم. باز زن بچه میریم بیشتر هم بهمون خوش میگذره. نظرت چیه؟ میدونم ببین اگه آبجو پایه است بریم. منم واقعا خیلی وقت زنم بیرون نبودم. خب عزیزم برو سریع آماده شو بریم دنبال زنداداش همگی با هم بریم مسافرت. آخ جون مرسی اشتم. الان میرم آماده میشم. یعنی چی؟ الان آی خدای من. نتیجه که میتونیم از این ویدیو بگیریم اینه که اجازه بدم برگم. اینه که چیز کنین. آره چیز کنین. همون چیز کنین. شوهراتون رو غرورشون رو نشکنین به این صورت که شکست. بابا چی میگی؟ جمع کن خودت. ما رو به مسخره گرفتن. سلام سعادت پلیسی 695 بفرمایید. الو سلام قربان بفرمایید. شما تماس گرفتید با 110 واسه کرد رو 110 شما تماس گرفتید با 110 بفرمایید. دوست عزیز اینجا که هستش اینجا 110 تهران بزرگ هست. با این شما رو تماس گرفتید با 110 تهران بزرگ. در خدمتتونم بفرم. بابا من خودم اپراتور 110 تهران بزرگم. ای وای خاک حالم چه بد شد. خودتون چند آقا؟ کد یعنی 375 تهران بزرگم جناب. 375 سطح میشه ایرانی و واقعا تو این زمینه. بابا این چه کاریه؟ اینا زحمت میکشن نباید این کارو بکنیم. تربیت. سلام دوستان عزیز. اینجا چه خبره؟ ای وای اصحاب کهف رو پیدا کردم. 7 نفری که خوابیده بودن. اینا اصحاب کهف هم 1 2 3 4 5 6 و 7. حالا داستان این چیه؟ این کدوم یکیشون بود؟ آخه ای وای من عزیزم گوگل بگولی عدی بنده خدا رو کردن بازیچه دست خودشون.
خدا ازت تقصیرات نگذاره انشالله. یعنی فقط خدا شاهده این چیزا هندیا برمیاد. خدا ازتون نگذره. بدبخت تا بره تازه نرسیدم دوباره افتاد زیر دست اون دوتا. پلنا داشت دیگه میخورد تو در دیوار گیا تیرک. بری جو با جانی جهان. بالاخره بهتره که نفهمم میشه چی شد. بعدی یه مقدار زشته این کار رو نکنید. مری جهان. بچه‌ها من میخوام به محسن ثابت کنم وقتی میره دم لونه زنبور اگر چشمشو ببنده زنبورا هیچ کاری باهاش نداره. همونجا آفرین. اگر اومد بیرون چشم ببنده غم نباشه هیچ کاری نداره. وای خاک بسپرم. علی آرز اومد بیرون چشم ببند باز نکنی. دیلا خدا خفت کن نگاه بکن چه واسه موانه. ای وای به فنا رفت. اینا عاقبت اعتماد کردن به دوست هیچ وقت. دوستتون اعتماد نکنین هیچ وقت. به خاطر همین این موضوعات پیش میاد فنا میرین. میتونست اتفاق بدتر از اینا بیفته. به هر حال جمع شد دیگه یه جوری. ما چه بعدی مری جان. روز از خواب هفته عصرم گذشتم تا به مناسبت روز مرد با بچه‌ها برای همسرم جشن بگیریم و سورپرایزش کنیم. اول دختر خالم اومد خونمون و ناخنامو دیزاین کرد. بعد رفتم سراغ خریدن کیک ولی هیچ کدومو نپسندیدم. گفتم به خودم مگه ماست زدم با این همه هنر و خلاقیت. حیفم میاد این همه ایده رو با خودم ببرم اون دنیا. میگم حداقل با شما به اشتراک بذارم. سریع دست به کار شدم. یک کیک درست کردم با روکش خام و مخفی شد. به همسرم روز زن گفته بودم هر چی بریزی تو آشت میاد تو قاشقت. روز زن بهم یه تبریک گفته بود ولی من از دلم نیومد یه تبریک خشک و خالی بگم. گفتم یه جشن مفصلی براش بگیرم و سنگ تمام بذارم. یه تم خوشگلم براش کار کردم که کارو تمام کرده باشم. این وسط پیراشکیام هم همش سوراخ میشد. من میگم چشم میخورم شما میگید نه. شوهرم سخت پسنده هر چی بخری میگه خوشم نمیاد. منم یه شال برای خودم خریدم و کادوش کردم. اینجوری حداقل خودم خوشحال میشم. آماده شدم و چیزایی که تو کلاس رقص یاد گرفته بودم و براش اجرا کردم. خلاصه که براش سنگ تمام گذاشتیم. خیلی خوشحال میشم تو هم نظرتو برام کامنت کنی و بگی چه برنامه‌ای داری برای روز مرد. ما هیچ برنامه‌ای نداریم. فقط رقص، فقط دانس. عزیزم حالا دیگه انقدر چیز نباش دیگه. بنده خدا درست داره. تبریک و شد دستش بالا خالی بوده چیزی بالاخره آدم نباید انقدر زود جبران کنه. میدونی شال برای خودت گرفتی کادو کردی بنده خدا جورابم حتی نگرفت. کارت زشته بالاخره اونم انتظار داره. رفتی خودت برای خودت ناخوناتو دیزاین کردی خودت برای خودت شال گرفتی خود طبیعتا اون کیکم که برای خودتون بود هیچی دیگه. نکس مری بچه‌ها من یه صلیب دارم داخل این کمد دیواریمون. من همیشه میگم داخل کمد دیواریمون یه جورجی هست. الان اینو میگم فقط که وقتی برن عین بترسن. Oh my god yes دیوان خدا عجب بچه نادان جورجی میاد میخورد و بدبخت پسره که نادان صلیب گرفته بود بسم الله الرحمن الرحیم جورجی شب میاد میخورد و بدبخت. آره عزیزای دلم
امیدوارم که تا اینجا لذت برده باشین و خوشتون اومده باشه و خندیده باشین. لایک و کامنت و سابسکرایب و دکمه زنگوله یادتون نره که فشار بدین. بیاین نگاه کنین ویدیوها رو، لذت ببرین و به من انرژی مثبت بدین. خیلی دوستتون دارم. فعلا بای.